یک مادر مؤمنه از مصر حکایت میکنه از حیات خودش. از حیات خودش حکایت میکنه. میگه ما عائله دارنده بودیم. عائله دارنده بودیم. میگه یک کلینی فقیر کردیم. بینه که شریعت اسلام همین رو به ما و شما دلالت میکنه. میگه جوان باید کوفی خود بگیره، یکی مناسبی خود بگیره. دختر و پسر هر دو مناسب باشند، همه جهت، از جهت علم، دارایی، آداب، دین، همه چی باید که بین هر دو برابر باشه، تا که کسی دیگر رو ظلم نکنه، طعنه نکنه، یکی دیگر رو طعنه نکنه. میگه خیلی ما دارا بوده. میگه از یک عائله فقیر میگه یک دختر کلین کردیم. او که فقیر بود میگه خیلی دختری زیبا بود. میگه یک دختری خیلی زیبا بود، بسیار حسن و جمال خوب داشت. در برابر میگه حسن و جمالش، از حسن و جمال زیادتر میگه آداب داشت. میگه اخلاق خوب داشت. میگه آداب و اخلاق خوب داشت. میگه لیک میگه فقر که داشت میگه نه آدابش در نظر منتاف میگه در چشم ما، نه اخلاقش، نه دینش، نه ایمانش، هیچ در چشم ما نتاف. میگه وقتی که آمد من میگه پسر دایم علاوه میموندم. میگه ظلم میکردیم، چنان ظلم کردیم. میگه پسر علاهده میزد. من خوش دامن میگه که باید مادری او میشده. میگه من علاهده میزدم تا جایی که کلینی که میگه بی گناه هیچ عیبی نداشت، تهمت‌ها را در سرش بار کردیم و او رو میگه بالای زدن ها میگه با رزین ها میگه میزدیم، با سیم ها میزدیم، با ریمنت چوب و با تمامشی میزدیم. بالای این میگه با سیمشی کهربا میگه او را عذاب میدادیم، با قوه برق میگه سوید میگه میماندیم او را عذاب میدادیم. میگه از شدت ظلم ما میگه همین کلینی مسکینی بیچاره ما میگه چشمش نابینا شد. از ضرب میگه همه چی لط و کوبی که ما میکردیم. میگه چشماش هر دو چشمش نابینا شد. وقتی که نابینا شد میگه با حالی ما زیادتر شد. میگه برو آوردیم اون رو در کوچه پرتافتیم. کوچه پرتافته میگه رفت. وقتی که رفت میگه برای پسر میگه عروس دیگر، عروس دارنده میگه خواستن پیدا کنیم بیاریم. عروس دیگر هم آوردیم. میگه دارا بود میگه آوردیم. میگه زندگیشون بسیار خوشرو میگذشت. میگه این بیچاره میگه کسی نداشت. پدرش بیچاره که فقیر بود میگه به جای دعوا کردن نمیتونست، فقط میگه حسبی الله و نعم الوکیل میگفت. حسبی الله و نعم الوکیل میگفت. حسبی الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير. توکلی خود به پروردگارش کرده بود. ببین میگه چند مدت زندگی کردن. میگه از پسر من و این کلینی نو میگه دخترک به دنیا آمد. چنان دخترک میگه زیبایی، چنان میگه صاحب جماله، چنان حسن و جمال داره. میگه هیچ امکان نداره میگه او رو توصیف کردن. لیک میگه بسیار ما خوشحال خرسند بوده. میگه وقتی 6 ماهه شد تفلک، میگه 6 ماهه شد میگه چشماش هر سو میرفت. وقتی نزد دکتر برده میگه دکتر گفت هر دو چشم ایره خداوند گرفته دیگر ایده نمیبینه. یگان علاج نیست، یگان علاج نداره. میگه این دخترک این قطر که او رو دوست داشتیم میگه با جگر خون بودیم، جگرامون پاره میشد، ریش میشد. میگه به خاطر این دخترک حسن و جمالش میگه از تصور زیادتر بود. از تصور زیادتر بود. میگه بسیار جگرها ریش بود. تمام پروفسورای عالم داره میگه مراجعه کنیم مثلا امکان نداره، نمیشه. میگه از خداوند گفتم خدایا که دختر دادی به این خیلی حسن و جمال و چشماش گرفتی خدایا، یک دختره که دیگر بوده که خانمان بسیار خوشحال و خوشبختی بیاره. میگه پروردگار دختری دیگر داد. این هم میگه بعد از 6 ماه دکتر گفت چشماش نمیبینه، چشماش نمیبینه، هیچ امکان دیگر نداره که اینم ببینه. میگه در حال میگه کلید اول پیش رو آورد. پروردگار میگه چنان کرد که میگه چنان کرد میگه که چی؟ میگه کلینی نو میگه از عصبانیت، از زیقی، میگه از زیقی خود میگه از عقل بیگانه شد و میگه از عالم گذشت. پسرو میگه چی شد؟ همین حالت گرفتار شد. میگه اینم از عالم گذشت.
ببینید میگه همه در خانه همین خیلی مانده بودیم، ندانستم چی کار کنم. میگه کیرین اول پیش رو آوردم که این همه نتیجه ظلم ماه. کیرین بیچاره مسکینه هیچ گناهی نداره، این گناه ماه. میگه رفتم نزد کیرین، میگه نزد کیرین سری زانو نشستم، دست و پای و پیشانی کیرین بوسیدم، از او عذر خواستم. کیرین جان ما را ببخش، بیا به خانه برگردیم. میگه صدای مرا شناخت، وقتی که عذرخواهی مرا میشنید میگه خیلی خرسان شد، خوشحال شد. میگه گفت مادر اشکالی نداره، من شما را بخشیدم، از دستش گرفتم. میگه خانه آوردم، گفت نمیتونم رفتم، نمیتونم. گفتم نه، تو باید که خانه من بیایی، تو باید خانه من بیایی که من جزای خدا گرفتم، من جزا ما گرفتم تا که خداوند مرا ببخشه، در آخرت مرا عذاب نکنه. بیا که خانه، تو پدری فقیر داری، پدری تو بجای دعوا کردن تو رو کی خدمت میکنه؟ خانه آوردم. میگه از در خانه داخل کردم. میگه دیگر من خادمه او بودم. میگه او خادمه من نه، بلکه من خادمه او. میگه او رو خدمت میکردم. وقتی میگه که ما با او کیرین میگه دوستی و محبت دوباره که جوش زد، میگه و پیدا شد. میگه که کیرین مرا بخشید و من پشیمانی نزد خداوند میگه توبه و ندامت و پشیمانی کردم. میگه الله عزوجلال هر دو دختره که نوزاد ما را میگه نوری چشماشون برگردانید و این کیرین میگه نوری چشمش برگشت.